سپاس از شما در رابطه با موقف دولت جمهوری تاجیکستان و جلال رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان که در ملاقات با وزیر امور خارجه پاکستان داشتند. این موقف در جریان همی تغییراتی که در افغانستان آمد در جریان تقریبا 2 هفته اولین موقف یک رهبر کشور همسایه است با چنین موقف، با چنین رسالت، با چنین انسان دوستانه و چنین مهم که واقعا مورد تقدیر و پشتیبانی است. رئیس جمهور تاجیکستان در این مسئله در ارتباط به قضای افغانستان هم از کشورهای همسایه، هم از کشور پاکستان و هم از کشورهای زیدق در مسائل افغانستان خواهش کردند، تقاضا کردند تا مسئله افغانستان را به چشم کم نبینند و این مشکلی که ساحه را حتی منطقه را تهدید خواهد کرد، این مشکل عمده بشمارند و در راه حل از هر اقدام دوری نکنند. موقف رئیس جمهور تاجیکستان در شرایط کنونی بسیار سازنده و بسیار مهم برای مردم افغانستان است. موقفشان هم در ارتباط به حل مسئله ملی در افغانستان که فعلا در اونجا طالبان در صدد احیای امارت اسلامی قومی هستند، موقف بسیار اصولی است، هم در حمایت از تاجیک ها، ازبک ها و سایر ملت های افغانستان در ارتباط به حل مسئله افغانستان و ایجاد یک دولت فراگیر ملی که در اونجا همه کس خود ببینن. بسیار یک موقف اصولی و سازنده است و میتونه موقفی باشه که کشورهای همسایه هم از این و کشورهای جهان، تا کسای دیگه که در قضایای افغانستان داخل هستند، کشورهای بین المللی، اینها هم باز از چنین موقفی پیروی بکنند. همچنان جنابشان از سازمان ملل متحد هم تقاضا کردند که از حالت به اصطلاح سهلنگاری و بی‌پروایی در حل مسئله افغانستان باید جلوگیری بکنند و دست به دست هم بتن با کشورهای همسایه افغانستان و دیگر کشورهایی که در قضیه افغانستان داخل هستند. اینا باید همراهی بکنند تا یک راه حل در افغانستان پیدا شود و یک دولتی که وسیع البنیاد باشه و همه ملیت ها و اقشار افغانستان در او سهم داشته باشند و یک راه حل دقیق و درست برای حل این قضیه پیدا شود. اینا موقف کاملا اصولی گرفتن. بنده که شاهدایی هستم که در سالهایی که مقاومت اول آغاز شد در افغانستان از سالهای 96 تا 2001 و در اون زمان هم تنها و تنها همون جبهه مقاومت بود و در ازش احمد شاه مسعود. موقف دولت تاجیکستان و شخص جناب امام علی رحمان رئیس جمهور از این کشور در ارتباط به حمایت از مقاومت سازنده است. فرد مردم افغانستان از اون موقف حمایت و پشتیبانی کردن و پشتیبانی میکنن و همچنان امروز که روز بسیار بد است برای مردم افغانستان و این چنین موقف اصولی که اولین بار است در جریان همین چند روز بحران، این اولین موقف است، موقف اصولی سازنده است و موقفی است که مجبور میسازه کشورهای جهان و همچنان گروه طالبان و حامیانشان که در صدد ساختن یک حکومت تک قومی و به اصطلاح بنیادگرای اسلامی هستند، برای از اونها هم یک هشدار است که باید راه خود تغییر بدن و در راهی که کشورهای همسایه افغانستان، جامعه بین المللی، ملل متحد و مردم افغانستان در مجموع میخواهند در اون باید برن. یک خط کن که باید سوال ما بکنیم. رئیس جمهور تاجیکستان اظهار داشتن که یعنی کشور ما تمام انواع بیقانونی، قتل، غارت و آزار و اذیت مردم افغانستان به ویژه تاجیک‌ها، ازبک‌ها و دیگر اقلیت‌های ملی را به شدت محکوم می‌کنند و در این دیدار تاکید شد که افغانستان یک کشور خیلی جوان‌دیده و ملت می باشد که تا این مدت در یک گرداب جنگ‌های تحمیلی خونین کشیده شده است و البته که موقع تاجیکستان در این موضوع در طول دوران سیاسی جمهوری تاجیکستان همیشه سرور دولت تاجیکستان به این چیز اشاره می‌کند و جامعه جهانی را دعوت به عمل می‌آورد که کمک به اوضاع و به مردم افغانستان کنند. بله، جنابشان در قسمت از صحبتشان در این ملاقات گفتند که افغانستان در نتیجه عقب‌نشینی نیروهای ائتلاف در آستانه یک فاجعه انسانی قرار دارد. وضعیت خطرناکی که در این کشور در روزهای اخیر ایجاد شده نه تنها مشکل مردم افغانستان بلکه یک از فوری‌ترین مسائل منطقه‌ای و جهانی امروز است. ژئوپلیتیک منطقه را در این مرحله بیشتر پیچیده کرده و شواهد به وضوح
نشان میده که طالبان از وعده‌های قبلی خود برای تشکیل دولت موقت با مشارکت گسترده دیگر نیروهای سیاسی در این کشور دست میکشند و خود را برای تأسیس یک امارت اسلامی آماده میکنند. همچنان گفتند که تاجیکستان تمام انواع بیقانونی، قتل، غارت و آزار و اذیت مردم که همچنان ایشان تاکید کردند که تاجیکستان متحد به برقراری صلح، ثبات و امنیت در افغانستان در اسرع وقت است و ما معتقد هستیم که سازمان ملل متحد باید نقش کلیدی در ترویج این روند ایفا کند. بر اساس تجربه صلح و وحدت ملی تاجیکستان، پیشوای ملت تاجیکستان امام علی رحمانوف پیشنهادات مشخصی را به طرف پاکستان در مورد راه‌های تامین صلح، ثبات و توسعه پایدار بیشتر در کشور همسایه افغانستان ارائه کردن که قابل تقدیر است. یک چیز خیلی قابل تذکر است که یعنی جمهوری تاجیکستان در چنین یک موقع تاکید کرده که برای یعنی ساختار دولتی این کشور، یعنی کشور همسایه تاجیکستان، از طریق همه پرسی در نظر گرفته شود و موقعیت همین شهروندان کشور نیز تعیین کرده شود. یعنی این یک چیزی است که مردم افغانستان میخواهد، نه؟ 100%. این مسئله را که اینا ابراز کردن، این مسئله است که مردم افغانستان هم چنین شرایط را میخواهند که در اونجا باید هر دولت و هر نظامی که به وجود میاد باید در اونجا همه مردم افغانستان سهم نظرشان در اونجا وجود داشته باشه، عملا اشتراک داشته باشند و هیچ کسی فارغ است یا خارج از این چوکات دولتی که ایجاد میشه خود نبینند و واقعا موقفی است که میتونه مورد پشتیبانی همه جانبه مردم افغانستان قرار بگیره و همچنان از کشورهای همسایه و جهان. و قابل تذکر است که رئیس جمهوری تاجیکستان در هر موقعی که هست و در طول 30 سال صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان همیشه به وضع افغانستان، به مردم افغانستان یک نگاهی یگانه داشتند. یعنی همیشه جانبداری از کشور همسایه خویش برای صلح و آرامش در جامعه جهانی بود، چی در سازمان ملل متحد، چی یعنی گروه‌های تروریستی که در افغانستان جا گرفتن که جامعه جهانی رو هشدار میداد که باید ما بر ضد تروریسم بجنگیم و در این ورطه که افغانستان گرفته شده است باید آن را نجات بدهیم. و 20 سال می شود یعنی از اون گفته های رئیس جمهوری تاجیکستان که در سازمان ملل متحد تاکید میکردن و بعد از آمدن نیروهای خارجی به افغانستان و وضع افغانستان نیز تغییر نکرد، نه؟ و اگه که یک موقع که امروز جمهوری تاجیکستان به جامعه جهانی دعوت به عمل آوردن که باید پشتیبانی از موقع مردم افغانستان داشته باشند و قبل از همه یعنی صلح و ثبات مردم افغانستان رو یعنی داشته باشند و فکر میکنم موقع تاجیکستان برای همه کشورهای همسایه، چه کشور آسیایی مرکزی و منطقه و همچنین کشورهای جهانی باشد که بتوانند یعنی برای آرامش افغانستان سهم بگذارند، یعنی به مردم افغانستان کمک کنند. و ما میبینیم که امروز مردم افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارد و همچنین قبل از همه به آرامش و پناهنده های زیادی، فراران زیادی مردم افغانستان به کشورهای دنیا در آنجا پناه بردن و هر یک ملت، هر یک مردم، هر یک شهروند بخواد که در وطن خودش زندگی کنند، نه خارج از آن. و وقتی که طالبان آمدن میگویند که جنگ با این تمام شد و آنها میخوان که با یعنی نمایندگان اصحاب مختلف دولت افغانستان یا که نمایندگان قبلی دولت افغانستان در یک صلح و آرامش کار کنند، یک دولت جدیدی رو بسازن که با آن تمام مردم یا قوم‌های افغانستان در آنجا حقوق برابر داشته باشند و همزمان آنها جهت آرامش این مردم بیشتر از خود ابتکار نشان بدهند. دقیقاً شما کاملا درست میگین. اصلا همسایه نیک همیشه در صدد از این می باشد تا آتشی را که در خانه همسایش اگر شعله‌ور می باشد در صدد خاموشیش باشه،
کمک بکنه. و خوشبختانه که افغانستان کشوری را در همسایگی خود داره که تقریبا 1400 کیلومتر سرحد بینشان است، مرز است، و در این کشور هم مردمش و هم رهبریش در رأس جلال الملک امام علی رحمانوف در تمام شرایط بعد از اینکه تاجیکستان به استقلال رسیده، در هر گونه شرایط پشتیبان حل مسائل و بحران افغانستان بوده و همیشه کوشش کردن که اگر در افغانستان خدای نخواسته در بعضی نقاطش آتش افروخت شده باشه، اینا کوشش کردن که این آتش خاموش شود و مردم افغانستان در صلح و صفا و برادری با همدیگر خود زندگی بکنند. همسایه نیک خاص شمیز، تقاضای شمیز و این تقاضاها و تاکیدات و موقف اصولی را که فعلا یکی از همسایه افغانستان و دولت جمهوری تاجیکستان در رأس امام علی رحمان داره، یک موقف کاملا قابل پشتیبانی و حراست است. و دوستان خوبی شنونده، این از ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان با وزیر امور خارجه پاکستان در موقع افغانستان یا راجع به وضع افغانستان بود و واکنشی که این موقع تاجیکستان نشان داد، فکر میکنم دیگر کشورهای همسایه و همزمان دیگر نمایندگان جامعه جهانی باید چنین یک موقع تاجیکستان رو پشتیبانی کنند، حمایت کنند. این برای بهبودی وضع منطقه هم آسیای مرکزی است و همچنین همسایگان تاجیکستان و افغانستان است و امیدوار هستیم که اگر که در افغانستان آرامش و صلح و ثبات پایدار گردد، فکر میکنم در تمام جهان هم تروریسم از بین می رود و مردم جهان شاید که در یک وضع خیلی آرامش و اینچنین از و ما مردم تاجیکستان و همچنین دیگر کشورهای همسایه آرزوی آرامش و صلح و اینچنین خوشحالی مردم افغانستان را داریم و از آقای دادالله حساس ابراز سپاس میکنیم که در برنامه ما حضور داشتند و آنها نظر خویش را راجع به وضع افغانستان و اینچنین راجع به موقعیت تاجیکستان، راجع به وضع امروز افغانستان ابراز داشتند. سپاس از شما. سپاس از شما نیست.